خب میبینم که دوباره رفتی تو لاک خودت. چون استعداد نداری؟ بعید میدونم. دلیلش اینه که اعتماد به نفس نداری. فقط کافیه میکروفونتو برداری و با صدای بلند شروع کنی با آواز خوندن. تو استعدادشو داری. تو فوق‌العاده‌ای بچه. وقتی فیلم آواز خوندن تو اینترنت آپلود کنی متوجه میشی چی میگم. آره معلومه. همه صدای احمقانتو مسخره میکنن، ولی در عوض 2 چیز مهم به دست میاری. اولیش کلی پول برای تبلیغات و اسپانسرینگ و دومی حمایت یه عده آدم خلاق که بلدن چی جوری سوار موج بشن و ازت بهره برداری کنن. این موج سواری تا جایی ادامه پیدا میکنه که آدما دیگه از مسخره کردنت خسته میشن. و الان بهترین فرصت برای حمایت عاطفی از توییه که به اندازه موهای سرت زخم زبون شنیدی. حالا اینجا همون آدمایی که میریدن بهت دلشون برات میسوزه و بهت احساس ترحم نشون میدن. پس ببین تهشم کلی پول به دست آوردی، هم آسیبای روانی جبران شده. ایده بدی نیست.